بسم الله الرحمن الرحیم. کددهی MVM 315 نیو مدل 96. کدو از ایموبیلایزر ماشین خوندیم. عرض به حضور شما که بعد توی قسمت پروگرام فانکشن میایم ریست ایموبیلایزر میکنیم، کدی که از توی ماشین خونده شده رو وارد میکنیم. ریست ساکسسفول. یه بار دیگه کد رو وارد میکنیم. انجام شد. این انجام شد. بعد میایم قسمت پروگرام نیو سیستم. یه بارم سویچ رو میبندیم، مجدد باز میکنیم. پروگرام نیو سیستم. اینجا باید شماره شاسی رو وارد بکنیم. شماره شاسی که وارد کردیم